سلام، وقت بخیر. آذر ارجمند هستم، عضو انجمن روانشناسان ایران. امروز اومدم تا با کارگاه بازی درمانی در خدمتتون باشم. یه مقدمات و نظریاتی از بازی درمانی براتون میگم، شما رو با بازی درمانی آشنا میکنم تا به ادامه مطالب برسیم و توی جلسات بعدی ما بتونیم کاملا بر مبحث بازی درمانی تسلط داشته باشیم و ازش استفاده بکنیم. یه نکته که خیلی مهمه اینه که من حدوداً 6 تا 8 ساعت آموزش دارم و خب خیلی سخته برای شما و من اینکه یک دفعه 6 تا 8 ساعت آموزش رو هم من ضبط کنم هم شما گوش بدین. برای همین آموزش ها رو به صورت جلسه‌ای قرار میدم تا شما این آموزش های اولیه رو گوش بدین، بعد جلسه بعدی آموزش های بعدی رو یاد بگیریم. خب ما میگیم که بازی درمانی یعنی چی؟ اصلا تعریف بازی چیه؟ بازی فعالیتی با میل و اختیار با هدف سرگرمی و تفریح در اوقات فراغت انجام میشه. یعنی هر گونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفدار که به صورت فردی و گروهی انجام بشه و موجب کسب لذت و برآورده شدن نیازهای کودک باشه. ببینین الان حتما باید بدونین که بازی باید حالت تفریحی باشه، باید اوقات فراغت داشته باشه، باید با میل و رغبت و خود کودک و در شرایط خوب باشه تا بتونه واقعیت ها رو به ما نشون بده. یک نکته دیگه همینجا داخل پرانتز عرض کنم، من توی جلساتی که برگزار میکنم گواهینامه هم صادر میکنم و این گواهینامه رو به صورت جلسه‌ای که صادر میکنم براتون پیش هم روی هم یه گواهی خیلی معتبری میشه و مثلا یه دفعه میبینید که 8 ساعت آموزش توی بازی درمانی داشتین و هر جایی که کلینیک هایی که بخواین برین و بخواین کار کنین خب خیلی خوبه. این گواهی ها واقعا لازمه. این داخل پرانتز عرض کردم. راه ارتباطی با منم 0902 944 90 49 هستش. هر سوالی داشتین به من پیام بدین، من جوابتون رو میدم. حالا ممکنه دیر بشه ولی قطعا جوابتون رو میدم. تو تلگرام به من پیام بدین لطفا. حالا میگیم که آقا جون چه فرقی بین بازی فردی و گروهیه؟ ما توی بازی‌های گروهی میتونیم نوع ارتباط کودک با گروه رو ببینیم، نوع تعاملش رو ببینیم چه حس و حالی داره، چه شرایطی داره. ولی توی بازی فردی ما نگاه میکنیم ببینیم که کودک چه مشکلی داره، چی رو داره بیان میکنه. بچه ها توی بازی علاقهشون به فرمان دادن به بقیه رو، به اجتماعی بودن و یا منزوی بودن و یا احساسات افسردگی و شادیشون و این چیزا، احساسات دوستانه‌شون و احساسات خصمانه‌شون و اینا، همه این چیزا رو میتونن توی بازی نشون بدن. توی بازی کاملا مشخص میشه بچه چه حسی داره، کاملا افکار تخیلیش رو میاد و بیان میکنه. حالا ما میخوایم بریم امروز سراغ تعاریف بازی و بگیم که هر کدوم از روانشناسان چه تعریفی راجع به بازی گفته و چرا گفته. لاندرس اومده بازی رو به عنوان زبان رمزی کودک بیان کرده، یعنی شرایط افکاری کودک رو رمزگشایی میکنیم ما. فروید که ناماشناتر هستش کودک رو به عنوان پدر بزرگسال بیان کرده. گفته چون شخصیت تا 6 سالگی شکل میگیره و قسمت زیاد تجربیات کودک با بازی شکل میگیره و به خاطر همینه که کودک رو پدر بزرگسال گفته. هرچی بازی والدین قبل از 6 سالگی با بچه ها بیشتر باشه، بچه ها توی بزرگسالی باهوشتر خواهند بود و خیلی خوبه که ما توی زندگی هامون این رو رعایت کنیم، با بچه ها بیشتر بازی کنیم تا بتونیم بچه های باهوشتری داشته باشیم.
وقتی که بچه‌مون بیشتر باهاش بازی کنیم بیشتر باهوش میشه، درگیر ماجراهای مختلفی میشه، باید فکر کنه که از چه مسیری بره، چی کار کنه تا برنده بشه، مهارت‌های جدید یاد میگیره که چطور روی ترساش غلبه کنه و در نهایت ماجرا به رشد اجتماعی میرسه. رشد اجتماعی یعنی که مثلا وقتی داره با یه نفر دیگه بازی میکنه، مثلا داره با دوستش کشتی میگیره، مثال میزنم یه پسری داره با دوستش کشتی میگیره، میبینه که دست دوستش یه جای زخمیه. اگه به مهارت اجتماعی رسیده باشه یاد میگیره که دستش رو روی اون زخمه نذاره و از اون زخمه به عنوان نقطه ضعف استفاده نکنه، یه حالت فردینوار، پوریای علیوار پیدا کنه و اینها مهارت رشد اجتماعیه. حالا اهداف بنیادی بازی چیه؟ بزرگترین هدف بازی مواجهه با موضوعات دردناکه. مثلا وقتی که یه اتفاقایی داخل خونه افتاده برای بچه از یه موضوعی خیلی نگران، ناراحته، اصلا رنج و عذاب میبره، کاملا این درد رو توی بازی درمانی القا میکنه، توی اتاق بازی کاملا این درد رو القا میکنه. مثلا کودک انزوا داره، گوشه‌گیره. چرا؟ چون که کودک دوم به دنیا اومده. این یک حرکت واپس رونده و پیش رونده رو توی کارگاه‌های قبلی، کارگاه‌های نقاشی درمانی در تفسیر نقاشی براتون توضیح دادم. خب حالا وقتی کودک دوم به دنیا میاد ممکنه کودک اول حرکت واپس روی بخواد انجام بده، مثلا مثل کودک کوچیکتر که تازه به دنیا اومده دلش بخواد از شیشه شیر بخوره و وقتی که وارد اتاق بازی میشه میبینیم میره دنبال یه عروسک کوچولو، یه عروسک نوزاد پیدا میکنه و شروع میکنه به زدن اون عروسک. برای همینه که میگیم کودک موضوعات دردناک رو کاملا میتونه تو اتاق بازی بیان بکنه. ناراحت از این که بچه دوم به دنیا اومده، فکر میکنه با به دنیا اومدن بچه دوم والدین کمتر بهش توجه میکنن، برای همین سعی میکنه که هیجاناتش رو روی اون عروسک نوزاد تخلیه بکنه. حالا هدف دوم بنیادی بازی چیه؟ رسیدن به هماهنگی افکار و رفتار و احساس. ما میایم شرایطی که کودک رو به هم ریخته پیدا میکنیم و شروع میکنیم به درمان کردن. کودک میاد توی اتاق بازی، ما متوجه میشیم که چه مشکلی داره و سعی میکنیم که درمانش کنیم. سومین هدفش کسب احساس خوب درباره خود کودکه. کودک میایم بازی هایی که خودشناسی داره رو بهش معرفی میکنیم و باهاش بازی میکنیم و وقتی که بچه دچار خودشناسی میشه، متوجه میشه که من این خصوصیات رو دارم، من این توانایی ها رو دارم، من میتونم این کار رو بکنم، خوشحال میشه، حالش خوب میشه، احساس رضایت میکنه. چهارمین هدفش سازگاریه. چون توی یه سری از بازی ها قوانین نمیتونیم بهش بگیم، چون کودک توی اون سن قانون پذیر نیستش. چون توی یه سری از بازی ها مثلا میگیم که رسم و رسوماتی وجود داره و باید سازگاری باهاش داشته باشیم. مثلا این باید که مثلا اسب به صورت ال حرکت کنه. یه سری قوانین نمیگیم، میگیم رسم و رسومات وجود داره و باید سازگاری باهاش داشته باشیم. حالا یه نکته رو اینجا میخوام بهتون بگم. همیشه نباید بذارین که بچه ها برنده بشن. با این کار فکر نکنین که اعتماد به نفس رو توشون زیاد میکنین. نه، اصلا اینطور نیست. با این کار بچه رو شرطی میکنین که همیشه باید برنده بشه و هر بار که یه اتفاق ناگوار رخ بده و نتونه برنده بشه، شروع کنه به داد و بیداد کردن و
به اصطلاح خودش اذیت میشه. نباید این کار رو بکنی. اصلا اومد تو اتاق بازی درمانی، شما یک بار رو حتما ازش ببرین تا یاد بگیره که همیشه اون برنده نیست. گاهی وقتا هم امکان داره که بازنده باشه. پنجمین هدفش پذیرش محدودیته. یعنی گاهی وقتا بچه ها متوجه میشن که خب یه سری محدودیت ها وجود داره دیگه. مثلا من محدودیت دارم، نمیتونم همین الان وارد اتاق بازی بشم، الان وارد شدم تا شب تو اتاق بازی بمونم. پس متوجه میشه که من محدودیت زمانی دارم و کم کم متوجه میشه که خب در زندگی یک سری محدودیت هایی وجود داره. ششمین هدفش اصلاح رفتار نامطلوبه. ما میتونیم با بازی درمانی رفتاری که مطلوب تره، رفتاری که درست تره، رفتاری که بهتره رو بهش یاد بدیم. حالا ما بازی درمانی رو به شکل یک مثلث فرض میکنیم. مثلثی که در اون 3 تا هدف وجود داره. اولین رأسش هدف والدینه. والدین دلشون میخواد که این رفتار نامطلوبی که کودک داره حذف بشه و رفتار مطلوبتر جایگزینش بشه. مثلا میاد میگه که بچه من پرخاشگریش زیاده، بچه من ناخن میجوه، من میخوام این رفتارا از بچه من دور بشه. هدف دوم، رأس دوم مثلث، زاویه دومش هدف درمانگره. درمانگر وظیفش اینه که کشف کنه علت این رفتار نامطلوب چیه. و هدف سوم، زاویه سوم، هدف خود کودکه. کودک حال خوب به دست میاره، ما بهش میگیم درمان، ولی کودک بهش میگه حال خوب. بچه یه مدتی مثلا پرخاشگر شده، ناخونش رو میجوه، رفتار نامناسب داره، میارتش پیش درمانگر که از طریق بازی علتش رو کشف کنه و بفهمه چرا بچه این کار رو میکنه. و بعد از اینکه درمانگر متوجه شد میاد و درمان رو شروع میکنه. حالا ما انواع بازی ها رو داریم. بازی ها یکیش جسمیه، صرفاً برای تخلیه انرژیه و مثل پریدن، به پر دویدن، این نوع بازی های جسمی هستن. بازی تقلیدی رو داریم که ایفای نقش داره. مثلا من دارم نقش رو از بزرگترها تقلید میکنم، مثلا پوشیدن کفش پاشنه بلند مامان، برداشتن کیف مامان، راه رفتن مثل مامان، یا توی پسرها رفتار کردن مثل بابا یا بابا بزرگ. دستشون رو مثلا دیدین بابا بزرگا اینطورین، دستاشون رو موقع راه رفتن پشت خودشون، پشت کمرشون قفل میکنن. بعضی پسرها دیدین به تقلید بابا بزرگ این کارو میکنن. این همینه، بازی تقلیدیه. بازی های تک نفره میره توی قسمت بازی های تقلیدی. حالا نوع دیگه بازی نمایشی هستش. بازی نمایشی توش بیان احساسات و نیازها و عواطف رو داره. دختر بچه‌ای که عروسک رو بغل میکنه به اصطلاح داره بهش شیر میده، ولی داره حالت مادرانه رو از خودش نشون میده، داره اون حس رو القا میکنه. یکم تقلیدی هست، درسته، ولی توش احساسات و نیاز و عواطف هم هست. یعنی من دارم احساس و حالت خودم رو بیان میکنم. مثل خاله بازی ها، نقش آفرینی توش داره. فرقش با تقلیدی چیه؟ اینه که جمعیه. توی بازی های نمایشی جمعیتی با هم بازی میکنن، چند نفر است، ولی بازی های تقلیدی تک نفر است. نوع دیگه بازی های نمادین هستش که توش ظهور عناصر و اشیاء تازه داره. مثلا من یک سمبل دارم که واقعی نیست، یک جسمیام، مثلا شیشه آب و دستم میگیرم، میگم این هواپیماست، وو 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 داره الان توی آسمون پرواز میکنه. نماده، واقعیت نداره، نمادینه.
بعد نوع دیگه بازی های تخیلی هستش. ریشه در خلاقیت کودک داره. ریشه خلاقیت کودک رو مشخص میکنه. وقتی هوش بچه بالا باشه از این بازی ها بیشتر استفاده میکنه. و آخرین مدل بازی های آموزشی هستش که تقویت و رشد قوای حسی و ذهنی رو داره. برای تقویت حواس کودک ازش استفاده میکنیم، مثل مهارت‌های دستورزی. مهارت‌های دستورزی چی هستن؟ یه سری مهارت‌ها که کمک میکنن بچه با دستش بهتر و بیشتر حس کنه، کار کنه. مثلا ماکارونی های شکلدار رو میذارن توی یه پلاستیکی و درش رو میبندن خوب و اینا، میذارن روی یه سطح صاف و به بچه میگن دستاش رو بزنه بهش، همینطور روش هی دست بذاره و بعد بهش میگن خب حالا که دست گذاشتی شناختیش، بیا این چکش رو بردار و با چکش بیا شروع کن به خرد کردن این ماکارونی ها و از این طریق مهارت ها رو زیاد میکنن. حالا کودک باید با چه افرادی بازی کنه؟ سوالیه که خیلی از ما میپرسن. بهترین حالت اینه که کودک با همسن و سالهای خودش بازی کنه. با همسن و سالهای خودش بازی کنه و تو تعامل باشه. چرا؟ چون همشون دارن روند رشدی یکسانی رو طی میکنن. خب ولی اگه بیاد کودک با بزرگتر از خودش بخواد بازی کنه، اون بزرگتره چون روند رشدیشو طی کرده، رفته به مراحل بالاتر، از چیزهای بیشتری آگاهی داره، ممکنه که خوب نباشه واسه این بچه. حالا اگه یه بچه بیاد تمایل داشته باشه که هی با بچهای کوچیکتر از خودش بازی کنه، نشون میده که اون بچه قدرت رو دوست داره که به بقیه مثلا دستور بده یا زور بگه. معمولا این بچه‌هایی که اینطوری هن یه خانواده دیکتاتور دارن یا خانواده هستن که اون خانواده به بچه‌ها یاد داده که همیشه باید ظلم کنن. آقا فلانی فلان رفتار کرد تو بزنش. اینطوری اگه بهت گفت بالا چشمت ابروه، کف گرگی بزن، با صورت برو تو دماغش. شاید بچه‌ایه که اون بچه‌های کوچیک‌تر بازی ها رو خب بلد نیستن شاید، و این بچه بزرگتر هم شاید بچه‌ایه که دوست داره به بقیه بازی رو یاد بده. و یا بعضی از خانواده‌های نظامی و ارتشی هم هستن که قوانین سختی رو دارن، ممکن هست که چنین بچه‌هایی رو تربیت کنن. حالا ما میایم کلاً خانواده رو به شکل یک کارخانه در نظر میگیریم که کودک محصول این کارخانه است و والدین خط تولید کارخانه هستند. پس ما باید برای اصلاح کودک والدین رو اصلاح کنیم. یعنی ریشه مشکل کودک هرچی که هست از والدینش داره میاد. والدین اول باید اصلاح بشن تا کودک حالش خوب بشه، اصلاح بشه، درست بشه. همین که شما میایین والدین رو درمان میکنین، خانواده درمانی میکنین، بعد ببینین که اصلا کودک خود به خود خوب شد. شما توی خانواده‌ای باشین که مدام والدین با همدیگه دعوا بگیرن، مدام جر و بحث داشته باشن، به همدیگه احترام نذارن، خب معلومه تو چنین خانواده‌ای کودک پرخاشگری میکنه، استرس داره، اضطراب داره، شاید از نظر اجتماعی ضعیف باشه. وقتی میای خانواده رو درمان میکنی، دیگه والدین این رفتارها رو از خودشون نشون ندن، شما متوجه میشین که رفتار کودک هم تغییر کرده، اضطراب و استرس کودک کم شده، پرخاشگری کودک کم شده، کودک تعاملات اجتماعی رو قبول میکنه، شروع میکنه که به ارتباط برقرار کردن. خیلی تأثیر داره. حالا ما میایم سعی میکنیم کودک رو درمان میکنیم. هر چقدر ما این کودک رو درمان کنیم، هر چقدر حالش رو خوب کنیم، باز برگرده به همون خانواده‌ای که همون شرایط رو داشته.
همونقدر پر از چالش بوده، همونقدر دعواها و تنشها و بی احترامی ها توش زیاد بودن، باز برگرده به همون خانواده، باز دوباره مریض میشه، باز دوباره همون حالت ها رو پیدا میکنه، باز دوباره پرخاش میکنه. پس شما باید خانواده درمانی رو بلد باشید. اینجا خانواده درمانی کنیم. ما در ابتدا با کودک کار نداریم. باید شما یک محصولی رو توی کارخونت تولید کنی، اگه محصولت اشتباه باشه، مثلا یه جایش مشکل داشته باشه، میری محصولتو عوض میکنی یا میای خط تولیدتو مورد بازبینی قرار میگیری و به اصطلاحاً سرویس میکنی، تعمیر میکنی. قاعدتاً میای خط تولیدتو اصلاح میکنی. پس باید در ابتدا ما با کودک کار نداشته باشیم و با خانواده ها کار داشته باشیم و اونها رو درمان کنیم. عامل اصلی همون عامل خانوادگیه دیگه. خب حالا که تا اینجا با اینا آشنا شدیم، ما میریم دنبال نظریه های بازی. یه عالمه نظریه های بازی هست که باید همشون رو بدونیم و راجع به همشون اطلاعات داشته باشیم تا بتونیم یک بازی درمانگر خوب بشیم. اولین نظریه‌ای که بهش اشاره میکنم نظریه انرژی اضافی هستش. اسپنسر و شیلر گفتن این نظریه رو. میگه که بازی صرفاً برای تخلیه انرژی اضافیه و یک شرایط مناسب تری باعث میشه که توی وضعیت داشته باشیم. برای تقلید از اطرافیان و والدین استفاده میشه این نوع بازی که اسپنسر و شیلر گفتن. نظریه بعدی نظریه پیش تمرین هست که کارل گروس گفته و گفته که بازی یک سلسله پیش تمرینه. من از الان یه سری کارایی رو انجام میدم که هدفم ساختن رفتارهام توی بزرگسالی و آینده است. مثلا دخترها از همون بچگی میان یه عروسک برمیدارن، باش بازی میکنن، شیرش میدن، نوازشش میکنن، در آغوش میگیرنش. این یه نوع پیش تمرینه برای زمانی که کودک ما، دختر ما بزرگ شده و میخواد مادر بشه، چون که قراره توی بزرگسالی نقش مادر رو بازی کنه. پس قراره که در بزرگسالی هر چی که میخوایم بشیم توی کودکی نقشش رو بازی کنیم. نظریه استراحت و رفع خستگی رو داریم که لازاروس گفته بازی برای رفع خستگی انجام میشه. نظریه جبران آدلر گفتتش، میگه مکانیزم های دفاعی و روانی که ما داریم برای از بین بردن اون حقارت و ناکامی هاییه که توی ما ساخته شده و کودک ها از طریق بازی میتونن محرومیت ها و ضعف ها و حقارت های خودشون رو جبران کنن. مثال میزنم، مثلا دختر بچه عروسک رو بغل میکنه، نازیش میکنه، بهش غذا میده، اصطلاحاً میاد به صورت نمادی پوشکش رو عوض میکنه، لباسهاش رو عوض میکنه، موهاش رو شونه میکنه، کلی قربون صدقش میره. میگه که از نظر آدلر این داره اون خلأ مادر رو جبران میکنه، یعنی مادرش براش این چنین کارهایی رو نکرده، وقت نداشته یا حوصله نداشته و نکرده و کودک داره خلأهای مادر رو جبران میکنه، اون چیزی که دوست داره رو بازی میکنه. ما الان نظریه بازی به معنای لذت بردن رو یا نظریه اصل لذت رو داریم که ژان شاتو گفتتش و گفته که بازی یک فعالیت آزاده که کودک آزادانه بازی‌هایی رو انجام میده برای اینکه از اون خوشش بیاد. در واقع باید بهترین شرایط و آزادی برای بازی وجود داشته باشه، یعنی ما نباید کودک رو محدود کنیم یا بهش دستور بدیم که الان تو باید بازی کنی، تو وقتت انقدر 5 دقیقه مونده تا وقتت تموم بشه، این 5 دقیقه رو بازی کن. نه، یعنی اینکه کودک هر وقت دلش خواست شروع به بازی بکنه، هر وقت دلش خواست بازیش رو تمومش بکنه و هیچ اجباری توی بازیش نباشه.
نظریه دهلیز فعالیت‌های غریزی رو داریم که کارل گفتتش. میگه بازی مثل دهلیز یک حفره است. خب میگه بازی مثل یک دهلیزیه که غرایز از اون سر بیرون میارن، مثل غریزه مادری در دختر بچه ها با بازی با عروسک ها. مثلا همین که گفتم دختر میاد عروسک برای عروسکش مادری میکنه، این رو داره بیان میکنه. نظریه بازی به عنوان عقده‌گشایی یا تسویه عواطف، کارل گروس گفته این رو و نظریه پیش تمرین هم کارل گروس گفته بود. حالا میاد میگه که انسان درگیر اون تمایلات و کشش‌های درونی خودشه. تمایلات ناآگاه توی بازی باید ارضا بشه، آروم بشه. زمانی که آدم خشمگینه، خشم داره، غدد داخلیش یک هورمون‌هایی رو ترشح میکنن که خشم کودک کمتر بشه، اون حالت عوض بشه. نظریه ژان ژاک روسو داریم که میاد اهمیت نقش بازی در درک کودک رو میگه همون که والدین با بچه‌ها در کودکی زمان بیشتری بذارن، همین خیلی توی آیندهشون تاثیر میذاره. اصلا باعث میشه که کودکای باهوشتری داشته باشیم، کودکان سازگارتری داشته باشیم. نظریه تکرار فعالیت‌های اجدادی رو داریم. خیلی نظریه جالبی هست. استانلی هال اومده این رو گفته و گفته که محتوا و صحنه هایی که بچه ها بازی میکنن از اجدادشونه توی حافظه ژنتیکیشون. مثال بزنم براتون. مثلا شما در نظر بگیرین توی یک روستایی زندگی میکنید که مردم اون روستا کارشون اینه که مواد مورد نیازشون رو خودشون پرورش بدن و استفاده کنن ازش. حالا بچه‌ای که میاد بازی میکنه، میاد مثلا بگیم کشاورزن، بهتره اینطوری، توی ییلاقی هستین که ییلاق قشلاق، حالا مثلا یا روستایی هستین که مردمای اونجا کشاورزی میکنن، مواد مورد نیازشون رو خودشون تهیه میکنن، میکارن، برداشت میکنن، خرد میکنن، استفاده میکنن، غذا میپزن، همه کاراشون رو خلاصه خودشون میکنن. خب بچه هایی که هستن توی این شرایط هستن، توی بازی هاشون هم شبیه والدینشون رفتار میکنن، انگار که تقلید میکنن، الگو میگیرن یا همون حالت ارثی رو نشون میدن. مثلا توی بازی هاشون میان نشون میدن که آره من دارم تربچه الان میکارم که بعداً بزرگ بشه بکنمش بخورمش. یه حالتی از همون کشاورزی رو به ما نشون میده. نظریه نوران ایساکس رو داریم که برگرفته از نظریه فروبل هستش. میگه بازی روشی برای بیان احساسه. یعنی من با بازی میتونم هرچی احساسات دارم، هرچی احساسات تو وجودم هست رو بیام و برون ریزیش کنم، بیانش کنم و نشونش بدم. حالا میخوایم به نظریه فروبل برسیم. فروبل کلن کارش توی مهد کودک بوده و کلن به صورت مستقیم کودکان رو مشاهده میکرده و بررسیشون میکرده. اصلا هنوزم نظریاتش مطرحه. این کارهایی که ما الان داریم میکنیم هم یه سری از پایه‌هاش از نظریه فروبل هست. میاد میگه که بچه ها ضمن بازی یاد میگیرن، با بازی های خیالی به فکر فرو میرن و ضمن بازی یاد میگیرن. یعنی من اصلا توی بازی که داره میکنه یه سری مهارت ها رو یاد میگیره و با ارزش ترین فعالیت ها خارج از خانه اتفاق میافتد. مثلا کودک رو ببریم مهد کودک رو ببریم پارک، کودک بره توی تعامل با اجتماع باشه. این که توی مهد کودک باشه چون که با همسن و سالهای خودش بیشتر در ارتباط هستش، کمک میکنه
بهش و خیلی براش خوبه و بهترین نوع بازیه چون باعث تعاملات میشه. البته یه چیز داخل پرانتز براتون عرض کنم، اینکه هر کودکی رو باید تو شرایط خاص خودش بررسی کنیم. برای همه کودک‌ها یه مدل نسخه نمیپیشیم بگیم که آقا مثلا مثل دکترا تو سرما خوردی باید استامینوفن بخوری، هر کی سرما خورده باید استامینوفن بخوره. نه، ما این کارو نمی‌کنیم. هر کودکی تو شرایط خاص خودش باید بررسی بشه. حالا نظریه فروید رو داریم، میگه بازی وسیله است برای کامروایی، چون بازی به کودک این امکان رو میده که اونا کامروا بشن و مؤثرترین روش استفاده از انواع بازی هاست. حالا آنا فروید که دختر فروید بوده و یکم هم نظریه شباهت داره به فروید، میاد میگه که افکارشون شبیه، افکار فروید، آنا فروید و فروید با هم شبیه، ولی تکنیک هایی که استفاده میکنن فرق میکنه. میگه که ما بر اساس همدلی میتونیم که همدلی رو توی بازی های بچه ها مشاهده کنیم، چون بر اساس ناخودآگاه، مثل رنگامیزی تو تفسیر نقاشیه، مثلا خورشید رو میان سیاه میکشن یعنی رابطهشون با پدرشون خوب نیست، از ناخودآگاهش میاد و تخلیه هیجانیه. آنا فروید هم همینو میاد میگه ما همدلی رو میتونیم توی بازی ها ببینیم چون که از ناخودآگاه میاد. مثلا اگه 2 تا دختر دارن با همدیگه بازی میکنن و یکی از دخترها متوجه میشه که اون یکی دختره موقع بازی افتاده و پاش زخمی شده و این دختر الان دیگه از اون زخم پای اون دختر استفاده ابزاری برای برنده شدن نمیکنه، یعنی از اون به عنوان نقطه ضعف استفاده نمیکنه که خودش برنده بشه و اون دختر دیگه ببازه. حالا میایم نظریه ملانی کلاین رو میگیم. ملانی کلاین، بخوام یکم از تاریخچش براتون بگم، ملانی کلاین خودش والدین خوبی نداشته و همیشه از بابت این مینالیده و خودش هم به خاطر افسردگی که داشته والد خوبی برای بچه هاش نبوده. من چون زندگی نامه ملانی کلاین رو خوندم و آگاهی دارم روش، دارم اینا رو براتون میگم. میاد میگه که همه ما توی وجودمون یک خلأ داریم، ما هر کاری میکنیم تا اون خلأ رو پر کنیم. مثلا ملانی کلاین خودش رو مثال میزنه، میگه من خلأ مادرم رو داشتم و خودم هم مادر خوبی نبودم، برای همین اومدم با بچه ها کار کردم. چون ملانی کلاین تحصیلات آکادمیک در رشته روانشناسی و روانپزشکی نداره ولی دیپلم افتخار داره، چون که مشاهدات طولانی در این فکر کنم حدود 8 سال یا 12 سال، دقیق یادم نیست، مشاهده کرده، کار کرده در این زمینه و بهش دیپلم افتخار دادن. میگه که من خودم مادر خوبی نبودم ولی اومدم رفتارهای بچه ها رو نگاه کردم، تجزیهشون کردم، تحلیلشون کردم، تفسیرشون کردم. حالا میاد راجع به بازی ملانی کلاین چی میگه؟ میگه برخوردهای احساسی و نگرانی که کودک در بازی داره برای ما آشکار میشه. تکنیک بازی درمانی از طریق ملانی کلاین مطرح شد، گسترش پیدا کرد. برای آشکار کردن انگیزه های ناهوشیار این تکنیک رو ایجاد کرد. میگه کودک از همه نظر توی اون سنی که است به اندازه من بزرگسال متوجه نمیشه. من بزرگسال تداعی آزاد دارم. مثلا من الان میگم سیب، شما چی تو ذهنتون میاد؟ مثلا میاد سیب سبز، سیب قرمز، گرد، شیرین، ترش، اصلا نیوتن، قانون جاذبه،
همه اینا به ذهنتون میاد. این میشه تداعی آزاد. ولی کودک‌های ما تداعی آزاد ندارن، چون کودک‌هامون این تداعی آزاد ماه، ولی کودک چون تداعی آزاد نداره، درکشون کمتره، از طریق بازی میاد این تداعی آزاد رو پیاده میکنه. برای انگیزه های ناهوشیارش بازی رو اومده ابداع کرده. بچه ها میان میرن دنبال، بچه ها که وارد اتاق بازی میشن میان میرن دنبال اون اسباب بازی میگردن که حالتشون رو بیان کنه، چون که افکار بچه ها ناهوشیاره، به صورت غیر کلامی در میاد. بازی هم بهترین کاره، بهترین راهی که بتونه اون افکار ناهوشیار رو بیان کنه، بهترین راه برای تحلیل رفتار کودک. ما اتاق بازی درمانی، حالا در آینده میگم که باید چه شرایطی داشته باشه، ولی باید توی اتاق بازی درمانی مثلا عروسک هایی که هست، عروسک نوزاد باشه، عروسک یکم بزرگتر باشه، مثلا اسباب بازی گوشی موبایل باشه، انواع وسایل بازی پسرانه مثل تفنگ و ماشین و موتور و اینا باید باشن. باید پر از وسایل بازی باشه که کودک آگاهانه بره دنبال اون وسیله‌ای بگرده که بیشترین همخوانی و همپوشانی رو با حالتش داره و اون رو بیان میکنه. روش ملانی کلاین حالا چی بود؟ میگه تو اتاقی که پر از وسایل بازیه، بچه اول باید بیاد بره نقاشی کنه، بعد بره بازی کنه. من کارگاه نقاشی هم برگزار کردم همینجا، برین حتما نگاه کنین، چون اینا خیلی مرتبط با همن. نقاشی زیر شاخه بازی درمانیه. بعد بیاد بره بازی کنه، بعد بره دنبال اسباب بازی ها. ما دقت میکنیم، میایم اینجا دقت میکنیم که این وسیله‌ای که انتخاب میکنه با وسایلی که قبلا انتخاب کرد و نقاشی که کشیده با هم مرتبطه یا نه پراکنده است. ببینین تفسیر نقاشی رو که داشته باشیم به تعارضات پنهان کودک میتونیم برسیم. مثل تداعی آزاد دیگه، به صورت غیر مستقیم میاد نیازهاش رو مطرح میکنه. حالا نظریه اریکسون رو میخوام بگم راجع به بازی. میگه بازی به عنوان درمانه. پسران به ساخت‌های علاقه‌مندن که توش فعالیت وجود داره، مثلا این چیزو تعمیر کنن، بسازن، باز کنن، ببندنش، و دختران به مرتب کردن ساخت‌ها علاقه‌مندن. مثلا بازی‌های ایستایی آرام رو دوست دارن دخترها. مثلا اگه براشون دیدین دیگه، برای دخترها از این قوری کتری ها میخرن، قابلمه اینا میخرن، از این اسباب بازی ها هست. بچه ها میان، دخترها میان اینا رو هی مرتب میکنن، کنار هم میذارن، این بازی های آروم با خودشون میکنن اینا. ولی پسرها دنبال فعالیت هن، دنبال هیجان و اون حالتی هستن که توش فعالیت باشه. حالا نظریه پیاژه هم بگم، بریم سراغ ویژگی ها و فواید بازی. پیاژه اومده گفته بازی درونسازیه، راهی برای دسترسی به جهان بیرونه، که بازی هم گفته که تو رشد کودک نقش اساسی داره. میگه ما 2 تا حالت داریم، یا تقلیده یا بازیه. تقلید برونسازی و اتفاق میفته، یعنی بچه رفتار پدرش رو تقلید میکنه، میاد شبیه پدرش راه میره. و بازی درونسازی و رقم میزنه، یعنی یک سری تفکرات رو به دنبال داره، یک سری حالات رو به دنبال داره. من در انجام این بازی یک سری مهارت‌هایی کسب کردم، یک سری تفکراتی دارم و میرم با خودم فکر میکنم، میبینم چی کار باید بکنم برندشم، چی کار کنم که نبازم. توی بازی شطرنج، نه این نمیدونم اسمشو الان فراموش کردم، خب نمیگم اینو. خب میریم سراغ ویژگی های بازی. اولین ویژگیش اینه که اختیاری و به دلخواه باید باشه، به دلخواه خودش بازی رو شروع کنه، به دلخواه خودش بازی رو تموم کنه. هر وقت دلش خواست
میتونه توقف کنه، استراحت کنه. اینطوری نیست که ما حتما بگیم که تو 45 دقیقه حتما باید اینجا بازی کنی. نه، میتونه کمتر بازی کنه، میتونه مثلا یه چند دقیقه بیشتر بازی کنه، ولی وقتش که داره تموم میشه 5 دقیقه آخر بهش میگیم که عزیزم الان 5 دقیقه آخره، وقتت داره تموم میشه، حالا با اسباب بازی هایی که بازی کردی و بیا مرتب کن و بذار سر جاش. اینطوری به بچه یاد میدیم که از هر چیزی که استفاده کرده باید دوباره به حالت اولیش برگردونه و بذاره سر جاش و یاد میگیریم که مسئولیت پذیر باشه. دومین ویژگیش اینه که سرگرم کننده باشه، لذت بخش باشه، حال خوب داشته باشه. سومین ویژگیش هم اینه که وقت معین نداشته باشه، هر موقع میخواد بازی کنه، هر وقت نمیخواد اصلا از اتاق بره بیرون. چهارمین ویژگیش اینه که توی اون نباید پرخاشگری باشه توی اون بازیه. حالا میایم فواید بازی رو میگیم. بازی موجب رشد و پیشرفت مهارت‌های گوناگون در بچه میشه. باعث میشه که فرصت‌های زیادی برای یادگیری توی بچه ایجاد بشه. باعث میشه که از طریق بازی انرژی درونی خودش رو تخلیه بکنه. راهی برای غلبه بر احساسات و هیجانات شدید عاطفیشه. موجب رشد سالم و سلامت روانی کودک میشه. ببینین یه امکانی هم براش به وجود میاره که پدیده های ناشناخته رو کشف کنه. مثلا کودک راههایی میره که قبلا تجربهشون نکرده، الان باید این راه جدید رو بره یاد بگیره، بعد میبینه که این راه جدید رو که رفته نتیجه بهتری گرفته. موجب پرورش زبان و مهارت کلامی میشه، چون توی بازی شروع میکنه به حرف زدن، با همسن و سالا شروع میکنه به تعامل برقرار کردن. همین باعث میشه که تجربه کلامیش بیشتر بشه. به ارزش‌های اخلاقی میرسه، مثلا نباید سر دوست مریضش رو کلاه بذاره که زودتر برنده بشه. نظم و قانون رو به کودکان یاد میده، همون نظم و قانونی که بعداً توی زندگی اجتماعی وجود داره و اون رو نیاز دارن. تفاهم و همدلی رو تو کودک زیاد میکنه و باعث میشه که کودک ما خیلی بهتر رفتار بکنه. حالا اشکال بازی از نظر پیاژه رو میخوام بگم. شکل‌ها، اشکال. یک بازیش تمرینی و تقلیدیه که از تولد میاد بچه یه سری حرکات ساده میکنه، دستشو تکون میده، پاشو تکون میده، این کار میکنه. یک سری بازی‌های نمادینه، بر اساس یادگیری‌هایی که قبلا داشته. و سومین مورد بازی‌های با قاعده است. از 7 سالگی یاد میگیره تا 11 سالگی به طور کامل بازی‌های قوانینی رو بتونه انجام بده. معمولاً بازی‌های دست جمعی مثل فوتبال، مثل والیبال، مثل بسکتبال، بازی‌های جمعی بازی‌های با قاعده هستن، یعنی سری قوانین دارن که بچه‌ها باید حتما رعایتش کنن. حالا ما چند تا عامل مؤثر تو بازی داریم که میخوایم بگیم. اولیش جنسیته. بازی‌های هر جنس باید ببینیم چه خصوصیاتی داره. تا قبل 8 سالگی بچه‌ها براشون مهم نیست که با کی دارن بازی میکنن، دختر پسر چی اصلا مهم نیست. ولی بعد از 8 سالگی ما میایم میبینیم که دخترها میرن با همدیگه بازی میکنن، پسرها هم میرن با همدیگه بازی میکنن، هر کدومشون یه ور وایساده و این نشون میده که این براشون مهم شده. حالا برای پسرها بیشتر بازی وسیله‌ایه که وجود خودشون رو ابراز کنن، خودشون نشون بدن. آقا منم هستم، منم وجود دارم، منم قویم. ولی برای دخترها بازی وسیله‌ایه که باهاش میتونن ارتباط برقرار کنن. عامل دوم سن هست. از تولد تا 3 سالگی بازی‌های انفرادی میکنن بچه‌ها تا بتونن که خودشون و اطرافشون رو، محیطشون رو بشناسن و بعد از اون شروع میکنن به بازی‌های گروهی و جمعی.
عامل سوم هوش هستش. ما 3 گروه بچه داریم: بچه تیز هوش، بچه با هوش متوسط و بچه عقب مانده. بچه تیز هوش میاد از اسباب بازی‌هایی استفاده میکنه که توش ابتکار داره، ابداع داره و مثلا میاد یه چیزی رو میسازه، ساختنیه. ولی بچه عقب مانده معمولاً بازی‌های تک نفره رو ترجیح میده. 4مین عامل محیط و فرهنگه. 5مین عامل والدینه. هرچی والدین بیشتر با بچه‌ها بازی کنن، موقعیت کودک بیشتر میشه، موفقیتش بیشتر میشه، هوشش بیشتر میشه، در آینده بچه سازگارتری میشه. و 6مین عامل تغذیه و بهداشته. بچه با شرایط جسمی خوب و تغذیه مناسب خیلی فعالانه تر توی بازی ها میتونه حضور پیدا کنه و بازی کنه. حالا ما میایم 6 مرحله اصلی توی بازی رو میگیم. اولین مرحله بازی بدون درگیری هستش. حرکت دست و پا تصادفی اتفاق میفته و اکتشافات یهویی صورت میگیره. مرحله دوم بازی انفرادیه. از 3 ماهگی تا 18 ماهگی اتفاق میفته و بازی بچه ها انفرادی، شخصیه، مثلا میره با عروسکش بازی میکنه. 3مین مرحله بازی تماشاچیه. کودک که نوپا هستش میاد بازی دیگران رو میبینه، تماشاش میکنه و ازش یاد میگیره. 4مین مورد بازی موازی هستش. کودک حدود 18 ماهگی تا 2 سالگی بازی ها رو تقلید میکنه. بچه ها کنار همدیگه نقش آفرینی میکنن، مفهوم مالکیت دارن، یعنی فقط خودشون مهمن، فقط خودشون، حضور خودشون مهمه، نه تعامل و محیط. 5مین مورد بازی مشارکتی هست که توی 3-4 سالگی به بعده که بازی های گروهی دارن ولی هیچ قانونی توی اون بازی های گروهی وجود نداره. و 6مین مورد بازی های تعاونی و اجتماعی هستن که بازی ها قوانین و دستور عمل رو پیدا میکنن و کودکان شروع میکنن به یادگیری. حالا جالبه که اینجا من بیام فرایند رشد از نظر امام صادق علیه السلام هم بهتون بگم که به 3 مرحله 7 ساله تقسیم کرده فرایند رشد رو. مرحله اول سن بازی گفته بهش که توی 7 سال اول اتفاق میفته و گفته کلن فقط تو این 7 سال باید بازی کنه، هیچ کار دیگه ای نباید بکنه. و مرحله دوم سن آموختنه، 7 سال دوم، یعنی از 7 سالگی تا 14 سالگی حالا اینجا شروع کنه به یاد گرفتن. و مرحله سوم سن تکلیف و عمل کردنه، یعنی از 14 سالگی به بعد که اون چیزایی که یاد گرفته رو باید بیاد عملش بکنه. حالا ما یه چیزی رو یادمون رفت که همون اول توضیح بدیم، اینکه بازی توی لغت یعنی سرگرمی، تفریح، ورزش، فریب، ولی توی روانشناسی و روانشناختی بازی با ورزش فرق داره. حالا تفاوت بازی با ورزش چیه؟ ورزش اجباریه ولی بازی تفریحیه. توی بازی هیجان اهمیت داره ولی بی هدفه، ولی توی ورزش هیجان‌ها هدفمندن و توی شناخت اون نقش دارن. حالا چرا بازی اهمیت داره؟ از سن طفولیت تا سالمندی باید بازی مناسب وجود داشته باشه، چون وقتی جنبه آموزشی داره میتونه شخص چیزای جدیدی رو یاد بگیره، مقدمه‌ای باشه برای زندگی آیندهش. گاهی وقتا هم جنبه درمانی داره بازی، چون میتونه که هیجانات منفی رو تخلیه کنه، هیجانات مثبت رو ایجاد کنه و اصلا وجه تفریح و لذت بخش داره که واسه آرامش اعصاب خیلی خوبه. اصلا میتونه بازی یه کارش این باشه که توی حل مسئله نقش داشته باشه. حالا توی بازی‌های رایانه‌ای ما مد نظرمون نیست، ولی الان اینجا اینو بیان میکنم که
توی بازی رایانه این چون ناکامی ها زیاده هی بازی خشن میکنن، وقتی که میبازن میمیرن، مثلا بازی تفنگی دارن میکنن، طرف مقابل میزنه اینو میکشه، این دوباره هی از اول میاد این بازی رو شروع میکنه. چون ناکامی زیاده، پرخاشگری توش زیاده، بچه هم پرخاشگری رو یاد میگیره. برای همین بیشتر از 1 ساعت نباید بازی بکنه. بیشتر از 1 ساعت بازی کردن براش آسیب زننده هستش. و وقتی که میبینیم بچه ها با بازی های رایانه ای خیلی اضطراب و پرخاشگریشون زیاد شده، ما یه کاری میکنیم، میگیم که بیا صحنه‌ای که بازی میکنی رو بکش، نقاشیش کن، هی نقاشی بکشش، اینقدر باید این نقاشی رو بکشه. یا راجع به اون مسئله میگیم که با ما صحبت کن، چجوری مردی توی بازی، چه اتفاقی افتاد، چجوری به تو شلیک شد، اینقدر راجبش صحبت کنه، اینقدر نقاشیش رو تکرار بکنه تا تسلط پیدا کنه بر روی اون قضیه و دیگه اضطراب و پرخاش قبلی رو نداشته باشه. این بود مقدمی از بازی درمانی که من به شما ارائه دادم و انشالله توی جلسات بعدی ویژگی‌های بازی درمانی و یه بازی درمانگر خوب و بهتون آموزش میدم. خیلی ممنون که با من همراه بودین.